من شمرد زبیرов استقامت کننده شهر حصار با امر تقدیر از عائله‌ام جدا شده با 3 فرزند که یکی از دختران همگی 15 ساله، دوم 16 و پسر که 17 ساله می باشد. با جرشینی مادرش در ناحیه خراسان که دخترچه به نظارت مانده و از منفیت من این کم بضاعتی و مثال اجاره نشینی و بیسوادی دختر شخص با نام شهاب باباکلانوف از این فرصت ها استفاده برده دخترچه نابالغ 15 ساله رو که نه خوانده میتونست و نه نوشته میتونست با فریب و نیرنگ آبادی خانه‌اش را نشان داده و دست به تجاوز او میزند. با فریب و نیرنگ و با وعده های خانواده رو آبادی کردن و زندگی کردن همگی 4 یا 5 ماه زندگیشان لط و کوب نموده که دخترچه نابالغ در زندگی مستقل تیار نبودنش او را لط و کوب کرده از خانهش پیش میکند. عاقبت با عرض شکایت ها و مقامات های داخلداری که سود ناحیه خراسان با این عرض شکایت ها اهمیتی نمیتیند، ماهای طولانی کشال میآورد و دخترچه دویم باره میخواد که عرض شکایت بکنن. بعد عرض شکایت یگام خیلی میگویند حل سودی تا حال معلوم نشده است. بعدی انیق شدن کار که تجاوزکار کی بوده است؟ یک راننده عادی که پسر عمه‌اش در سود ناحیه خراسان کار میکرده است، شفیار سود ناحیه خراسان بوده است. دختر از بیکاری و از شرمی و ایوه زندگیش کار گفته در آشخانه ها کار کرده گشته است و در این شرایط های حاضره در آن دخترچه توغری نمی آید که دخترچه نابالغ در آشخانه ها کار کرده گشته است. یگام کارخانه هایی که آید نابالغ یا کارمندان داخلدار در این تربیه نابالغ دختر یگام دستی یاری دراز نکرسادیند که تا یک صاحب دانشگاه شود و پول حلال و با نان حلال روزشو برد. تا حال سود ناحیه خراسان حل خود را نبرآورده است. وقتی که رفتیم طلب کردیم که حل سودنامه تید که ما بینیم دخترچه نابالغی که تجاوز شده است از طرف شهروند باباکلانوف شهاب، تا حال میگوید حل سود نبرآمده است و ما خیلی با عرض تجاوز یگام کس را تا حال سود نکردیم و با یگام این خیلی عرض یگام کس عرض هم نکرده است که حالا ما همگان در وی محله و شهرک‌ها که در گپی خنک و تجاوز کردن این دختر نابالغ بود یگام کس اهمیتی نمیتید که تا همین حل این مسئله همین دخترچه نابالغ را آیدی بیسوادیش و آیدی این تجاوز شدن او یگام حل تا حاضر نیافته است و چیکار کردن ما نمیدونیم. روز 19 نوامبر مشورت سودی با درهای پوشیده گشته است در ناحیه خراسان که با سوال سود و پروکرور از جنایتکار پرسیدند که از کاری کردگی پشیمان هستی؟ و پشیمان هستم. عذر بپرس ای دختر. عذر پرسیده است. با همین مشورت سود به آخر میرسد. دوستان عزیز یا که
انسان‌هایی که نابالغ دارند چی میگفته باشند. از کارمندان سود ناحیه خراسان به یک عقیده با یک راه یا که یگان کارمند بالایی خواهش کرده می شود که دست همین نابالغ را تا با یک منزل آباد برند و صاحب یگان کسب هنر شود. من دیگر خواهشی ندارم.